میدونی جنگل آمازون اونقدر بزرگه که میتونه 23 تا کشور هماندازه بریتانیا رو تو خودش جا بده. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربع و اون فقط سطحشه. اگه بخوای مرزهاش رو حساب کنی اونقدر طولانی هن که اگه از نیویورک تا لس آنجلس بری و برگردی باید این مسیر رو 7 بار طی کنی تا اندازش رو بفهمی. تو دل همین جنگل مرموز و پرخطره که بزرگترین و وحشتناکترین مار دنیا یعنی آناکوندا زندگی میکنه. باور میکنی حدود 20% از اکسیژنی که ما نفس میکشیم از همین جنگل میاد؟ توش بیشتر از 390 میلیارد درخت وجود داره. آمازون فقط یه چیز از ما میگیره، دی اکسید کربن، در عوض یه چیز بی قیمت بهمون میده، اکسیژن. بهش میگن جنگل گرمسیری چون تقریبا همیشه بارونه. اونقدر درختاش فشرده و متراکمن که وقتی بارون میباره بعضی وقتا 10 دقیقه طول میکشه تا یه قطره